سلام خبیح آقا، امروز اومدیم که روبیکایی‌ها و خزوخیلا رو یه رست ریز داشته باشیم. حل شاخم نریب مشتی. خب آقا قدم اول اینه که برای اینکه ببینیم روبیکایی‌ها چه جوریان بریم ببینیم مثلا روبیکایی‌ها چه جوریان. ای ول عجب چیزی گفت. بریم ببینیم کانال وصفیم، گروه وصفیم، لینک دونی. دوستان گلس رو ببینید، نورمال ترین گلس یه پسر دنیا. ای ول چتکده دختر پسرا. بر داخل اوه پروفایل چی پسر کریوان تمام شد. اول اوه بیا اینجا سلامو با صاد بمیسید همیشه. قبل از اینکه وارد گروه های شاخ روبیکایی بشیم دشبالو بیا. اولین کاری که میکنیم اینه که یه عکس شاخ از خودمون میگیریم. برو غرنی مشکی بلور چارشون کشتی گاز میدم زیگزاگی عشقی. چی بذارم؟ اسم اولش امام خمینیه. من میگم ای بابا اسم بذارم امیرم حله. امیرم نریب ریل که تنها ریل بلاک ایوی بلاک. الان ببینیم داش امام باشیم دیگه، بریم داخل گروه بگیم این بود آرمان‌های من. شاخم نریب. شاخم اینو بزنم شاخم نریب. همینو بزن. اینجا چی بنویسم؟ بیوگرافی بنویس بد بوی. بیوگرافی چی بزنم؟ امیر محمدم حله. من پسره که روبیکایی هم، من پسره که شاخم تنها بوی همین نمیسی باشی. بیا تنها بوی. دوستان ما الان نصف مراحل شاخی رو انجام دادیم، بریم که پروفایلمون رو بذاریم. عکسی که ما گرفتیم شد این و ما کامل نمیافتیم آجی. اینو باید بذارم. خب گذاشتم. ایول سلم با 3 صابون خبین. الان به روی ماه غزل با تو نبود؟ با من بود. داشت غزل با من بود. با من. دوستان کسی که میگن غزل با من بود سابسکرایب. چخبر ایول. یکی به دختر گفت اسم میدی بذار برم پیویش. پیام بده. سلم رل میزنه. عزیز دل بفرست، فقط بفرست. دوستان مورد بعدی از افرادی که خز هستن کسی هستن که سیگار میکشن سیگار میکشن و فکر میکنن که خیلی شاخن. دل میدادم واسط نخواستی منم دل برکی شدی پیرم کردی. اینجاش والی وای بین بچه ها این کانال قرقیزستانه. اگه قرقیزستان که کانال تلگرامی ما رو ندارین از دنیا عقبی. میدونی چرا؟ چون تو یه گاو. این عکس رو من میفرستم اینجا، همین عکس شاخ میمیسم بنویس ولی وایبش. باشه ولی وایبمون. آره باشه ولی وایبمون. باشه ولی وایبمون. دوستان یه گام دیگه به افراد خز نزدیک شدیم. خیلی فان شد. سلام خوبی. اسلام الله. سلام بده. 021 کیت برو. نه از این دستا بیا. داداشیم. تتو داره به اینجا. یکی تتو داره. 2 تا روبیکا 3 تا موشم بسته. 4 تا اینجا نداره. بالاتره اونجا. Hello guys, what's up man. تلگرام. ای وای چرا اینا رو کندی؟ اینا هم خب زندگی دارن، اینا هم آدما انسانن. بس کن ایرانی. بس دیگه این حرکت ها باعث شاخ بودنت نمیشه مشتی. من شاخم نریب. چون من آدم شاخی هم کلامو برعکس میزنم. اینجوری حتی میزنم. بچه‌ای که پراید دارن حال میکنی؟ وای سیسی زیر لنگ کروز زیر ماکسیما زیر مینیمو. وای اصلا نمیتونم چون من یه ذره قدم بلنده نمیدونم زیر تمام. تو کلا خریدم تازه خیلی سم. ایول این چیه ولده واسط کردی اما آبی که نمیشه داداش. باید یاد بگیری به سلیقه هم احترام. من خودم سفید پوشیدم ولی این میگه شیدیه، ولی من یه چیز دیگه برداشت کردم. به نظرم مشتی لباست خیلی. به نظر من باید به سلیقه همدیگه احترام بذاریم. هر آدمی یه سلیقه‌ای داره دیگه.
آره سیسی میدونم اینا رو. به نظر منم خودم کسایی که خیلی بی فرهنگن و به نظرم اگزاجراس یکم این حرکتا یه خورده تو ماچ حرومزاد. تو ویدیو بگیریم دیگه، نیم ساعت داری هست. بیبیه خزه کشموش انداختم دستم همیشه یادم بمونه. سلام بیبی رلپی. او خز نباشه انقدر دیگه. حاجی دختر رو دیدی؟ دختر رک. دختر کجان؟ دختر رو تو گراژ. با خز نباش دیگه مشت. بچه‌ها یه استایل زدیم نیست در جهان، ستونا فقط 5000 تومان. ترنترین شلوار، این شلوار دیگه خزه مشتی. سگ اینا رو نمیپوشه، فقط ایول. پاخورشو ببینید، هم پاخور داره هم پشخور. دعوا دوستان ویدیو میگیرم برای پلیس فتا، شبکه خوب من و تو. سلم روبیکاه در ریح خبه روبیکاه نصبحه کردیه حالت خبه موح بشیر از گوشی در بیار. واقعا میخوای بگی آیفون نداری یعنی اندروید استفاده میکنی فقط آی او اس. نکن جدیده آخرین مدله. سلامتی شیائومی که نگفت شیائو گفت شیائوم. ایول سلام. متنفرم از کسایی که فینگلیش نمیتونن تایپ کنن. من اصلا فارسی نمیتونم بخونم. الان بگیم چه باید از تو بگیره؟ یارو تو لندن زندگی میکنه فارسی تایپ میکنه، بعد توی احمق تمام شد فینگلیش تایپ میکنی برای من. خیلی تو گاده برید موضوع پاش بگی. اگه 99 نفر تو دنیا خز باشن 98 و نیمش امیرعلیه. داش اچیومنت های اینستاگرام انجام میدی داخل پروفشنال داشبورد. چی داره؟ پروفشنال داشبورد چیه؟ پروفشنال داشبورد من. ایول. ماشی به نظرت باز دیگه چه قضیه خزن؟ اونایی که میخزن